سلام، ما دکتر نوید خپلواک هستم. موضوع بحث ما بر امروز وظایف اساسی گرده یا کلیه است. خب، قسمی که همتان میدانین گرده از جمله ارگانهای حیاتی بدن است. در یک شبانه روز حدود 180 لیتر مایات فیلتر میکنه. یعنی تقریبا در هر ساعت 8 لیتر مایات وجود ما را فیلتر میکنه و بعد از کبد دومین ارگان است که بیشترین فیصدی خون وجود به دست میاره و فیلتر میکنه. تقریبا حدود 25% خون وجود که توسط قلب پمپ میشه به گرده میایه و گرده هم وظیفه فیلتر خون به پیش میبره. خب، در پهلوی اینها میریم. قبل از اینکه وظایف گرده را بدانیم، استراکچرهای داخل در گرده را کوتاه‌تر به معرفی میگیریم. خب، کیدنیز یا گرده یک ارگان لوبیا شکل است. این قسمت سرخ را که میبینین، این ساحه گرده را به نام کپسول یاد میکنه. کپسول پایین تر از کپسول ناحیه دوم گرده است که به نام رینال کارتکس یاد میشه. رینال کارتکس و پایین تر از رینال کارتکس این ساحات به نام رینال مدولا یا نواحی داخلی گرده یاد میشه و قسمت آخر گرده که بیشتر مایات فیلتر شده توسط نفران و کلکتینگ داکت به اونجا میریزه، رینال پلویس است. خب، اگر در این شکل کم واضح تر ببینیم، این ساحه گرده را به نام هایلس یاد میکنه. هایلس دقیق ساحه است که رگهای خون و حتی رگهای عصبی و خود یورتر یا امو پایپ یا تیوب که ادرار از گرده به مثانه انتقال میده از اینجا به داخل گرده میه. در داخل ساختمان گرده ساختمان های مثلث شکل یا اهرام شکل موجود است که به نام رینال پیرامیدز یاد میشه. رینال پیرامیدز و هر پیرامید یا هر ای ساختمان مثلث شکل که میبینین، ساختمان دیگه به نام رینال پلویس یورین یا ادرار میریزانه و از اینجا هم میه به یورتر و از یورتر هم بالاخره میرسه به مثانه. ساختمان پایین تر از گرده ایره به نام یورتر یاد میکنه. وظیفهش هم انتقال یورین یا ادرار از گرده به مثانه است. یورینری بلادر یا مثانه. اوکی، بعد از مثانه ارگان دیگه که ادرار هدایت میته به محیط بیرونی به نام یورثرا یاد میشه. در مردها در آستر و در طبقه اوناس یورثرا ساختمان کوتاه‌تر است. خب، در مردها پایین تر از مثانه غده کوچک دیگه موجود است که به نام پروستات یاد میشه. بیشتر هم در افراد مسن غده پروستات میپونده و بالاخره هایپرپلیزیا نمو میکنه و سبب بندش ادرار میگرده. پروستات گلند. به دو طرف پروستات گلند غدگکای کوچک دیگه وجود داره که به نام سمینال وزایکل یاد میشه و وظیفه از اینا هم ساختن مواد القلی سفید رنگ در هنگام خروج اسپرم است. سمینال وزایکل. خب، بیشتر بحث خود روی وظایف گرده تعقیب میکنیم. از جمله وظایف اساسی گرده هومیوستاسیس یا برقراری تعادل مایات و منرال ها در وجود است. به این معنی اگر مایات در وجود ما بیشتر باشه و نیاز باشه که او را اطراح بکنیم به محیط بیرونی، وظیفه گرده است. اگر مایات کمتر باشه در وجود ما و بخوایم پریزرو بکنیم یا نگهداری بکنیم مایات در وجود،
جز وظایف گرده است. همون قسم مواد زائد و زهری که بعد از متابولیسم بدن در اجزا و انساج وجود ساخته میشه، اگر بخوایم اونا از وجود بیرون شود، از جمله وظایف گرده است. این برقراری وجود گرده، این تعادل توسط گرده وجود برقرار میکنه. مثلا از جمله وظایفش اکسکریشن یا اطراح مواد زائد و زهری که در وجود ما بعد از متابولیسم و پروسس های مختلف تولید میشه. excretion of waste یا بیرون راندن مواد زائد، زهری و غیر قابل استفاده. خب کدام مواد است که گرده باید اونا را بیرون بکشه؟ از جمله یکیش یوریاست. خب یوریا یعنی چی؟ زمانی که متابولیسم پروتئین صورت میگیره، پروتئین یا واحدهای ساختمانی از اونها امینو اسیدز، زمانی که توسط وجود ما به مصرف میرسه، از بین میره، مواد اضافی که از اینا ساخته میشه به نام یوریاست و این یوریا باید توسط گرده بیرون رانده شود. غیر از او تجمعشان میتونه سبب انواع و اقسام امراض بگرده، خصوصا سنگ گرده. اما قسم مواد دیگه که باید توسط گرده بیرون رانده شود یوریک اسید است. یوریک اسید چی است و از کجا به وجود میاد؟ یوریک اسید مواد در وجود ما موجود است به نام نیوکلیک اسید. اگر نیوکلیک اسید توسط وجود ما به مصرف برسه، متابولایز شود، مواد زائدی که بعد از استفاده نیوکلیک اسید به وجود میاد یوریک اسید است و این هم باید توسط گرده بیرون رانده شود. در غیر از او تجمعشان میتونه سبب انواع و اقسام امراض بگردد، خصوصا درد مفاصل، نقرس جز از تکالیف است که توسط تجمع یوریک اسید در خون به وجود میاد. اینا باید به هر ملحوظ توسط گرده بیرون رانده شود. وظیفه دیگه که جز هوموستاسیس یا برقراری تعادل مایات و تعادل مواد مفید و مضر در بدن است، بیرون راندن مواد به نام کراتینین است. کراتینین چی است؟ خب در ماهیچه ها و عضلات وجود ما متابولیسم یا پروسس و فعالیت روزمره که صورت میگیره، از در طی متابولیسم مواد به نام کراتینین تولید میشه و اینا باید از وجود توسط کلیه یا گرده ما بیرون رانده شود، چون بودن از اینا بیشتر خود کلیه و اعضای دیگه بدن متضرر می سازه. اما قسم مواد زائد دیگه که باید توسط گرده بیرون رانده شود به نام بیلیروبین یاد میشه. بیلیروبین چی است؟ خب شما حتما نام به نام هیموگلوبین شنیدین. زمانی که هیموگلوبین توسط وجود ما توته و پارچه شود، اجزایی که بعد از این به وجود میاد به نام بیلیروبین یاد میشه و اینا باید به زودترین فرصت از وجود برآید، چون تجمع بیشترشان سبب زردی میگرده. جایندس یا تجمع بیلیروبین در خون و اگر بر مدت بیشتر میمانه، این مواد زهری و زائد سبب صدمه رساندن به اعصاب مغز ما میگرده. نفروتاکسیک سابستانسز یا مواد است که به حجرات و انساج عصبی ما میتونه صدمه برسانه. هم قسم زهرهای مختلف، ادویجات مختلفی که استفاده میکنیم و میخوریم، هم از اینا بالاخره توسط یا یک بخش عظیم از اینا باید توسط گرده از وجود ما بیرون رانده شود. اکسکریشن یا بیرون راندن مواد زائد و بدون ضرورت جز وظایف گرده است. یعنی یکی از وظایف گرده اکسکریشن یا بیرون راندن این مواد است. چرا باید این کار گرده بکنه؟ تا تعادل مایات و مواد مفید و مضر در وجود برقرار بکنه. اما قسم وظیفه دیگه را که گرده به عهده داره برقراری لیول یا اندازه مایات در وجود است. Maintenance of water balance. چی معنی؟ اگر در وجود ما مقدار آب کم باشه، گرده توسط
واحد ساختمانی به نام نفران مایاتی که قرار است بیرون بره اونا را پریزرو میکنه، نگهداری میکنه تا بدن ما با دیهایدریشن یا کمبود مایات روبرو نشه. برعکس اگر در بدن ما مقدار آب زیادتر شد، خود نفران ها یا واحد های ساختمانی که بعداً روش گپ میزنیم مایات به بیرون میرانه، ادرار بیشتر می داشته باشیم. اما قسم شنیده باشین در فشار بلند از ادویجات استفاده میشه به نام فیروسیماید که بعد از خوردنش مریض میره به تشناب و بار بار اطراح ادرار میکنه تا سطح فشار پایین بیاد. چرا؟ در امو وقت مقدار کم مایات ضرورت است و مقدار اضافیش باید بیرون رانده شود از رگهای خون که فشار خون پایین بیاره. خب وظیفه حیاتی دیگه که کلیه یا گرده به عهده داره برقراری الکترولایتس ها و منرال ها در وجود است. از جمله منرال هایی که خیلی مهم است سودیم، هایپونایتریمیا و هایپرنایتریمیا هر دو تکالیف است که حتی سبب مرگ میگرده. اگر مقدار سودیم در خون بیش از حد نرمال شد هم خطرناک است و اگر کمتر از حد نرمال بود هایپونایتریمیا هم میتونه سبب امراض مختلف عروقی و گرده بگرده. از جمله منرال ها پوتاسیم و کلسیم اینا منرال هایی هستند که هم از اینا به نام الکترولایتس یاد میشه و این الکترولایت ها مقدارش باید توسط گرده تصمیم گرفته شود که چقدر وجود باشه و چقدر باید بیرون برانه. از جمله وظایف دیگه که به عهده گرده یا کلیه ما است برقراری تعادل بین تیزاب و خاصیت قلوی در وجود است. خب اسید بیس بالانس، اسید بیس بالانس یعنی گرده ما تعادل تیزابیت و قلوی وجود برقرار میکنه. pH وجود خلاصه توسط گرده میتونیم که برقرار نگهداری کنیم که نه بیشتر خون به طرف اسیدیمیا بره، یعنی بیشتر خاصیت تیزابی رو به خود وضع کنه یا بگیره و نه هم بیشتر به طرف القلی بودن. تعادل بین القلی و تیزابیت خون و وجود گرده میتونه برقرار بکنه و این جزء وظایف اساسی و مهمش است. از جمله وظایف دیگه که گرده به عهده داره سهمگیری در تولید خون است. چی معنا؟ هیموپایتیک فانکشن. هیموپایتیک گرده یک هورمون می سازه به نام هیموپایتین. هیموپایتین یک کاتالیست است برای تولید RBC یا کرویات سرخ خون. هیموپایتیک فانکشنز یا سهمگیری در ساخت و ساز خون وجود، خصوصا RBC یا کرویات سرخ خون. هیموپایتیک فانکشن خصوصا اریتروپایتین و ترومبوپایتین دو هورمون دیگه است که توسط گرده تولید میشه، اریتروپایتین و ترومبوپایتین. ترومبوپایتین سبب تولید صفحات دمویه یا ترومبوسایتس میگرده و اریتروپایتین هم سبب تولید اریتروسایتس یا کرویات سرخ خون میگرده. اینا وظایف گرده در خصوص تولید خون در وجود است. هم قسم در گرده شاهد تولید هورمون های مختلف هستیم چون اریتروپایتین و رنین و هم قسم پروستاگلاندین، همچنان ساخت و ساز و فعالیت ویتامین D3 در گرده صورت میگیره. اینا وظایف اساسی گرده است که باید به خاطر داشته باشیم. در پهلو اینها وظیفه دیگه که باید از او یادآوری کنیم که از جمله وظایف خیلی مهم و اساسی گرده است سهمگیری گرده در رگولیشن یا تعادل فشار خون است. regulation of blood pressure یا تعادل فشار خون توسط گرده. روی از یک روز مفصل بحث میکنیم که هم توسط یک مکانیزم به نام رنین انجیوتنسین مکانیزم
گرده فشار خون کنترل میکنه و هم توسط اکسکریشن، مثل که قبلا براتون گفتم اگر فشار خون بلند بره گرده مکلف است که یک قسمت از فلوید یا مایات توسط کولکتینگ دکت به رینال پلویس برسانه و از رینال پلویس هم همونطور بالاخره در یورتر به مثانه از و مثانه هم به محیط بیرونی اطراح شود. و مکانیزم دیگه که فعال سازی یکی از سیستم های به نام رنین انجیوتنسین است که روی از یک روز حتما مفصل گپ میزنیم. وظیفه اساسی دیگه که گرده به عهده داره ریگولیشن آف بلد کلسیم، ریگولیشن آف بلد کلسیم یا برقراری میزان کلسیم در خون است. اگر مقدار کلسیم در خون بیشتر باشه، هایپرکلسیمیا داشته باشیم، گرده توسط واحدهای ساختمانی به نام نفران مقدار کلسیم به بیرون اکسکریت میکنه یا اطراح میکنه، خارج میکنه. اینا همه از جمله وظایف اساسی گرده بود. روی سنگ گرده و تکالیف دیگه که خیلی مهم است در سیستم اطراحی حتما مفصل گپ میزنیم.